کسی بلیت ارزان در کره با کسی شاهناز زنگ بزنه ارزان و باوریناک است مرحمت نمره واتساپ 24 ساعت در خدمت شماست کوچکان جان همین مثلا آدم میگم همین آدمی همیروزا ایش میاد به میگه که من در زندگیم زنم احترام نمیکنه زنم حرمت نمیکنه همه خیلی میگن که همین میگن اوسیال نداره کورتول داره او زن با پدرش گرفتن نکن با مادرش گرفتن نکن با تربیتش گرفتن نکن با تربیت کدام نکن اکل همین تو گفتنی که همین زنی تو ها یانگا گاب تو میگیرم گوش کن مرا همین خیلی تربیت کدagیم که فهمیدی میدارم راست ایجوش میخیزه و انا خیلی بیو مردک جون میگم چای اوقاتم تیاره احترام بیا بریم یه پیله چای بخوریم خیلی با باقی مانده صحبت در خونه میکنیم موگم بو همین زن باشه انا خیلی زن باشه همین زنی مرا نمیگوی یک رومال چای یک رومال در سرت بکن میگم کو گپ هم نمیگیره تربیت سستی تربیت نکی راست میگی رفتمی یاد میگیرم ای تو زنک چی میگوی؟ گامو کی بود؟ زنی با تربیت و با پدرش نمیه یه منیشا چی میگوی دادری کالودیز چی میگوی؟ اینجا باجو شوی من اوچم نبینم تو دادری اینجا باجو شدم اوچم نبینم بجوش اما مرده ای کفتر دری جور بوار نغالتیده باشه گفتم ای سادی چیکو کردی کارورا؟ ایتی کارول لیمون تیولی می یک یگون رودی ماسه الا سمیه ای کالودیز هم تله کاره میره هوشت میره دادری همی ای نمیتونن ای اما بستگیم خدمی جای باجو شوی خیمه اوخی؟ کارورا حال کارم منی جون همش حال کارم یک کاری دیگه مونده همی اوتم میفهمونم تمام خبینده سادی نمیخه ای سرم کنم میخه که خسگور اختگه یا تاش اومده 50 تا متر تا اومده 55 تا متر گفتم در کار نیست اما 8 تا خدم نمونم ای کجا 8 منی جون اون روز 500 تومان ارد روغن گرفتیم محمد ارد روغن با توی مسال دیگه نمونه نه نمیمونه منی جون اینا میهولی میرم اوتم میفهمونم فهمیدی همش میفهمونم تمام بومیون پیشد مالا تا همینجا بشین ازم همینجا بشینم خط استراحت بیا اوتان خبری خوش ای ترساندی چی خبر؟ دیگه مده کلون نکوید ما یافتم کیو کلین؟ هوی نمی دختری همسایه کیو دختری همسایه؟ منیجا؟ همین دختری گلی؟ تو دیونه چی تو؟ سر زدگی که تو دخترم نمیگیری او چه شبیه دخترش بگی میدونی چه خیلی آیلانو رنگ بپز حال ببین نه که اوتان گلی ایشه میگم نمیگن واش میگم نمیگن واش میگن نمیگن من همه رو میگیرم تمام بچه همه دختر تو حوزی میگیری کو پگه کلان میشه با عقل میشه کو با پشایمان میشه فهمیدی؟ دختری گلی نمیتم تماورا نه من هیچ پشایمان نمیشم میگیرم شا بچه با گفته سامد کی همون را میگیری همون دختره پگه کلان میشه با عقل میشه بعد پشایمان میشه نفهمیدی از گپی مرا تو نه اکم موار لاوز کارم که میگیرم تا میگن همی مرد لاوز شالولای کو برای همو اخی مواد بامه دیوای تو گپی مرا نفهمیدی سی با گفته سامتا که بچه میگیری همون دختره کلان بشه با عقل میشه بعد پشایمان میشه نمیفهمی گپی مرا تو اوتان یا بگم همه من کلان همشم کو با عقل نمیشم یه برنگ گوشه نه خطانم خواهی کنم بیزار شده بایشم با من میرم ای خونه اکای سادی ای چی گپه چو بده کار کدسی یه باور که بیزار شده ای خونه من میرم ای به من ینگر گام بزنم مخی نه ینگر چی گام بزنی بخیر چی گپه اگه خیلی کار کده ای یه باور که همسایه جان همین خونده رو پری ترکان لغت کرده همین نمی خامره نامه که بخیزم کو ای گوشو ترکان میره ای گریب میره ای بالای سرم میره برای ما بیزار شده من میرم ای میخونم اکای سادی
ای دردش آسون من مسئولیتت میتونم این مسئولیتت چی مسئولیتی همش کردم نشده اکا مسئولیتت میتونم همش میبرویم میروم مسئولیتت میتونم چه خیلی مسئولیت این هم خانه که دور اومدی بگو که این خانه بلند ای در این خانه هیچی نیست بخرم گیش نموندم ای در این خانه هیچی نیست گیش نموندم گفتم بگی او خچو ایزو میکشم میبرویم میروم بودم خیلی بگو من در این خانه هیچی نیست گیش نموندم در این خانه هیچی نیست گیش نموندم من میرویم میروم ایزو میکشم میبرویم میروم سلامت باشی خیلی گیزلگی نکی قهر نکاکا آسون ای کورش رحمت همسایه سلامت باشی در این خانه هیچی نیست بخرمه در این خانه هیچی نیست بخرمه گشنگی دمردمه در این خانه هیچی نیست بخرمه در این خانه هیچی نیست بخرمه گشنگی دمردمه ای چی گفتی سبب زنکی همسایت را قبا وقتی سای هیچ میگه پول لیفت بته چی پولی چی پول لیفت پولی لیفت بنده میگه که مال سینسه قطعی میبرویم میفرویم گفتم ما بالا سینسه میفرویم گفتم ما سه ایتاژ در لیفت چیکار میکنیم خیلی خب پول سینسه را بته نگنه بیو ای سلام علیکم سلام علیکم سوزی همسویا یه برد گمش همسایه قطعی همون سویتی داده کیته با چی گفشی دوخی گفتگی کردم کدام گفتگی من و همه ترکنارم ای بچی ترکانو برو مدن رفتن آخی نه خواب بودم خونه دا نیست پیشم یکم این پشتم تپ شید همین گشتم نگاه کردم 1 میلیون ترکان جمع شده واه گفتم بخی خوجین او خود آوریم تو بخو مرحمت السلام علیکم مرحمت آخه من میترسم گفتم که من میترسم خواهرم میبخشید همین فرزندتون بیرون بمونه بخشش دکتر این فرزند مثل شوهر من شوهرتون سلام علیکم اکا میبخشید من دیگه خیلی چی کردم سلام علیکم یک بار دیگه السلام علیکم خب گوش میکنم پیشتون اومدم گوش میکنم شما گوش کنید دکتر لابه من شکایت دارم من فهمیدم شکایت دارید از همون نزدیک در شلاگباو ماشینتون رو نموند نه اکا نباشد همین لیفتیار گپی سخت زد باز نه اکا حاجت خانه محکم نه اکا یا اینکه مردانش زنانه شده که زنانه مردانه شده که همین خیلی شد نه اکا جان ایری اوزی از اوزی؟ همین اتاق کاری صابی رو؟ همین اتاق چی گپ شد اپا جان؟ گاز شما گپ زنید مانید نباشد؟ نه گوش کنه دکتر برای چی بیمار پیشش میدروید دستش همه خیموندگی تلویزیون تماشا میکنه فوتبال وقتی فوتبال تماشا کنیه وقتی که بیمار پیش وای میدروید آرام شوید خواهر جان گوش کنید اگر وای تلویزیون تماشا نکند شما صحت نمیشوید اوزی وای نامش اوزی یک گپ تمام گپتون یک کلون شد همه خیلی دعوی شما رفتم من شکایت میکنم رفتیم آره همتون شکایت میکنم ای خواهر جان گوش کنید